من 6 سال قبل فاکولته طب در کابل آغاز کردم، در حالی که فامیلیم در شهر فرا زندگی میکردن. هدفم تبدیل شدن به یک دکتر معالج موفق بود تا بتونم مردم خود به صورت درستش معالجه کنم. ولی در جریان 6 سال با خشونت‌ها حتی خطر مرگ مواجه شدم. حالا که مدت 1 سال میشه من مصروف معالجه مریضا هستم، متوجه شدم مردم ما بر علاوه امراض جسمی به مرض دیگه به نام عدم آگاهی نیز مبتلا هستند، چیزی که سرمنشأ تمام بدبختی ها و خشونت ها در افغانستان می باشه. لذا خواهان هستم تا برای مردم خود من بعد آگاهی دهی کنم، چیزی که من از او خیلی احساس خوبی دارم با او و چیزی که بر وطن ما صلح و خوشبختی هدیه میده.